بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. هذا المقطع على أبناء وطني إيران اللي كلام للناس بالواقع، اللي بالنسبة للمعيشة الناس والشعب تعب بصورة جدا مملة أيها الأخوة، فالرواتب ثابتة والأسعار إلى الصعود يوم بعد يوم أيها الأخوة. هنا بزشكيان راح أعرض لكم المقطع اللي يقول منين أجيب حتى أصعد الرواتب. يعني هذه كلمة مضحكة بالواقع، يعني شنو منين أجيب؟ فبزشكيان بيا لغة بيا لسان نقول لك سفرة الناس فارغة، بيا لسان نقول لك من خاطري. فالآن المواطن الإيراني يتحطم. الشيء الذي يهم المواطن شنو اللي يقدر يشتريه من الأسواق، ما يهمه غير شيء. هو هذا الشيء الأساسي اللي يهمه، شنو اللي يقدر يشتري من الأسواق، اللي مع الأسف الشديد يعني ما يقدر يشتري شيء. فالآن المواطن الإيراني تحطم بصورة غير طبيعية. فهذا التحليل أيها الأخوة ليس بهجوم أعمى، وإنما كلام الناس تحبت والله. يعني شنو الخدمات اللي تحسنت في قيادة دولة بزشكيان؟ فهذا التحليل والتعقيب يشمل أيها الأخوة 3 محاور. المحور الأول هو مقطع من بزشكيان اللي يلعب بايسيكل. يعني هسه الكثير يقول ممكن يفتر في الشوارع ويشوف معيشة الناس. لا حبيبي، ما هاي، جاي يلعب بايسيكل. وبعض مقاطع الذي يقول نسيت نظارتي اللي راح أعرضها لكم إن شاء الله، فأعطوني نظارة في جمع هسه جلسة أو شيء ثاني. عيب والله، زين. وما يعطي مجال للإعلامية، هذا مقطع ثالث، ما يعطي مجال للإعلامية حتى تسأله عن معيشة الناس. أيها الأخوة، هذا المحور الأول، قلنا 3 محاور. المحور الثاني مقطع من دكتور محمد كعب عمير اللي في مجلس النواب ينتقد دولة بزشكيان انتقاد شديد اللحن بالنسبة للمعيشة المختصة بالناس أيها الأخوة. والمحور الثالث السيد الأعلى الغائد الإمام خامنئي الله يحفظه إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يوصي وصاية للرئيس الجمهورية بخصوص معيشة الناس. فنمشي نشوف هذا التوثيق المهم، ولنا إن شاء الله تعليق بالأخير أيها الأخوة. خليكم معنا ببركة الصلاة على محمد وآله. پزشکان در خصوص شرایط اقتصادی مردم سوالایی دارن، نشست خبری نمیذارید، صحبت هم نمی‌کنیم با مردم. کی آقای رئیس جمهور؟ آقای رئیس جمهور صحبت کنید. دلار آقای رئیس جمهور قیمتش خیلی رفته بالا، مردم نگرانن. میگن حقوق کمه، خب کمه. میگن مالیات زیاد میگیرید، خب زیاد میگیریم. از این برم میگن حقوق زیاد کن. خب یکی به من بگه از کجا پول در بیارم که این بدم؟ عینک ما نیاوردیم، یکی عینک به من بده ببینم. به بچه ها بگید میدم. بده ببینم میشه؟ عینک ما نیاوردیم. عینکت به درد نخورد. جناب آقای پزشکیان، امروز سکوت رو میشکنم تا فریاد معیشت مردم را به گوش شما و همه این صحن برسانم. ما امروز نه در محضری اکادمیک بلکه در میدان جنگ اقتصادی ایستاده ایم.
جنگی که سربازانش کارگران، کشاورزان و معلمان هستند که سلاحشون صبر است که دارد به سر می آید. سال اول و آخر من این است: کدام مکتب اقتصادی را بر زندگی مردم حاکم کرده اید؟ اگر میگویید اقتصاد مقاومتی، پس چرا مقاومت تنها بر دوش مردم افتاده است؟ مقاومت یعنی بانک‌ها به جای بنگاهداری و سفته‌بازی ارزی پای کارآفرین بایستند. مقاومت یعنی سیاست ارزی یک شبه معیشت میلیون‌ها خانواده را به بازی نگیرد. اگر برخی در این مجلس و دولت هنوز به رویاهای نئولیبرالیسم دست نامرئی بازار و دلبسته‌اند، باید با آنها گفت این دست نامرئی امروز گریبانگیر معیشت را چنان فشرده که نفسهایشون را به شماره افتاده است. مکتب نئولیبرالیسم به ما می آموزد که دولت باید کوچک باشد، اما کوچک کردن دولت به معنای رها کردن مردم در برابر اسب سواران بیلجام بانکی و گران فروشان نیست. این لیبرالیسم نیست، این هرج و مرج اقتصادی است. فشار اقتصادی بر مردم دیگر یک آمار خوش نیست، بلکه تراژدی زنده است. جناب آقای رئیس جمهور، همه این مشکلات اقتصادی که کمر مردم را خرد کرده حاصل ناکارآمدی تیم اقتصادی است. لذا سریعتر تیم اقتصادی خود را تغییر دهید. مسئله معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشوره. باید ترتیبی داد، همونطور که حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور هم، که مردم تعدادی، حالا مثلا حدود 10 کالا یا اندکی کمتر کالاهای اساسی رو بتونن بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنن. یعنی اینجور نباشه که امروز یه قیمتی باشه، فردا به خاطر تورم قیمت 2 برابر بشه یا مثل 2 برابر بشه. چند نوع چند کالا رو، حالا اسم کالا برگ رو دوستان میارن، کسانی که اهل فنن، کسانی که واردن تأیید میکنن. بنده چون خودم ورودی ندارم تو این مسئله، به نظرم باید دنبال کرد این کار رو. و کالا گفته میشه که زمینه به صلاح بکارگیری کالا برگ‌های الکترونیکی زمینش هم وجود داره، یعنی زیر ساختش الان موجوده و میتواند از اون استفاده کرد که بتونن مثلا ترتیبی اتخاذ بشه که مردم بتونن نزدیک به 10 قلم کالا رو بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیه کنن. این هم یک توصیه در مورد این. در مورد دیگر کالاها هم بایستی انضباط بازار رو براش فکری کرد. یعنی مردم نباید احساس کنن که بازار رها شده است. امروز یه قیمت، فردا با یه فاصله عجیبی قیمت رفته بالا. اینجا یه قیمت، اون طرف یه قیمت دیگه است. یه چنین حالتی که حالت رها شدگی بازار، این به روحیه مردم صدمه میزنه. این حالت هم نبایستی احساس. كما شاهدتوا هذا التوثيق المهم، فنرجو منكم نشر هذا الفيديو. وملاحظة أيها الأخوة، الكثير يقول أنتم المشايخ، مشايخ الدين، ما تتكلمون بخصوص هذه المسائل الاقتصادية. ليش ما نتكلم؟ شفتوا هذا السيد القائد شلون يوصي بزشكيان، دولة بزشكيان، وأيضا أي دولة اللي اجت على الحكم كان يوصيها بالنسبة إلى معيشة الناس. فنرجو منكم نشر هذا الفيديو بشكل واسع، ولا تنسونا من خالص دعاكم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.